خب بریم که یه دیزی خیلی خوشمزه رو با هم درست کنیم. اول نخودش اینجا مش مش میریزیم، یه مش نخود برای هر ظرف. بعد گوشت است که اینجا تیکه هول میدهیم تو این گلدونا سرامیکیه، دستشون درد نکنه. دنبه که برابای توش بشه که فقط چرب شه. به به. یه قاشق پوره گرجه، تو هر ظرفی پوره گرجه اضافه میکنیم. فلفلا میزنیم برای اونایی که میسوزه، آبا بریزید اینجا که میسوزه. بله. یه قاشق رب میزنیم که رنگ بده. درجه 1 نمکو به قول معروف زردچوبه با فلفل قرمز، فلفل سیاه و ادویه کاری هم که چاشنی اصلی این غذا، زعفرونم امضای کار این دیزی خیلی خوشمزه اسفحانی. یه تیکه سیرم حب کرده میندازیم توش. گرجه برای هر کدوم ظرفا یه دونه قپله میندازیم توش. پیاز نصفه میندازیم برای گربه که میاو میکنه. سیب زمینی دیپ دیمینیه، چون دیگه ظرف جا نداره باید جوری خورد کنیم آب بچلونیم توش که حال بیاد، دستشون درد نکنه. اینجا دیگه کار تکمیله و دیگه آماده میشد که بره تو فر با دمای 220 درجه به مدت 3 ساعت. درش فویل میپیچیم، سولاخ میزنیم رو دلاش. اینجا این دیزی فوق‌العاده خوشمزه خوش رنگ آب که از طعم بی‌نظیرش واقعا به مرز جنون و دیوانگی میرسین. جای همگی دوستان خالی، امیدوارم که لذت برده باشید.